بزرگترین اشتباه من توی ادیت عکس این بود که فکر می‌کردم هر چی بیشتر ادیت کنم حرفه‌ای‌ترم و این اشتباه چند سال از من زمان گرفت. اول که ادیت یاد گرفتم هر چیزی که بلد بودم و استفاده می‌کردم. کنتراست زیاد، رنگ بیشتر، شارپ تا جایی که بشه، افکت چرا که نه. اون موقع واقعا فکر می‌کردم کارم حرفه‌ایه، چون ادیتم دیده میشد. ولی یه جایی فهمیدم یه چیزی غلطه. وقتی دیدم بعد از چند دقیقه نگاه کردم به عکسام خودم خسته میشم، وقتی دیدم رنگ پوست واقعی نیست، نور دهات میزنه و چشم بیننده نمیدونه کجا وایسه، مشکل من از ابزار نبود. مشکل این بود که هنوز نمیدونستم ادیت یعنی انتخاب. ادیت حرفه‌ای این نیست که هرچی بلدی اضافه کنی، اینه که بدونی چی رو نباید بزنی. الان وقتی ادیت میکنم اول از خودم میپرسم این تغییر لازمه؟ به عکس‌ها کمک میکنه یا فقط دیده میشه؟ بیشتر وقتا جواب اینه نه، لازم نیست. بزرگترین پیشرفت من توی ادیت وقتی اتفاق افتاد که یاد گرفتم کمتر ادیت بزنم ولی دقیق تر. تو ویدیو بعدی میخوام دقیق بگم اصلا ادیت خوب یعنی چی و چرا افکت ربطی بهش نداره. اگه ادیت رو جدی دنبال میکنی این پیج برای تو.